بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که همیشه در پناه و لطف الهی زبان شما مرطوب به ذکر پروردگار متعال باشه. ذکر الهی غذای روح انسان هست و نور مسیر زندگی او تلقی میشه. قلبی که از ذکر الهی غافل موند و زبانی که از ذکر الهی محروم موند، نه در اون زبان خیری هست و نه اون قلب حیات و زندگی مفیدی رو خواهد داشت. امیدوارم که با ارتباط به وظیفه مهم شرعی که در قالب ذکر ما او رو میشناسیم، هم چراغ راه زندگی خودمون رو به دست بگیریم و مشعل هدایت رو حامل باشیم و هم حیات و سعادت و خوشبختی رو برای خودمون و اطرافیان باعث بشیم. بارها گفتیم که ذکر الهی کلمات مجرد بی معنا نیست. ذکر الهی شعارهای تکان دهنده مجالس برای عرض وجود و برای اظهار قدرت و قدرت نمایی در صحنه سیاست نیست. ذکر الهی مراسم رقص و پایکوبی با موسیقی برای کسانی که از هیچ بهره‌ای از فهم صحیح دین برخوردار نیستند نیست. ذکر الهی یکی از جامع ترین مفاهیم دینی هست که ابعاد مختلف زندگی ما رو در بر میگیره و وظایف مختلف شرعی ما رو یادآور میشه و باورهای دینی ما رو محفوظ نگه میداره. باورهای ما از تاریکی فراموشی و غفلت بیرون میاد، مسیر ما روشن میشه، وظایف ما یاد آوری میشه. میدونید جامع ترین ذکر الهی چی هست؟ اون چه که تمام انواع مختلف یاد آورنده های نیاز زندگی یک مؤمن رو در بر داره چی هست؟ میدونید که جامع ترین یاد آورنده وظایف شرعی و باورهای دینی چی میتونه باشه؟ اون قرآن است. قرآن. واژه ذکر و ذکرا و ذکر یذکرو و کلن مشتقات این واژه در قرآن کریم بیش از 260 مورد اومده و خود قرآن هم به عنوان
ذکر ازش یاد شده و یکی از نامهای قرآن ذکر است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو نازل کردیم، این ذکر رو نازل کردیم و ما هم حافظش هستیم. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمؤمنین. این کتابی هست که نازل کردیم بر تو، یعنی ما بر تو نازل کردیم، در دلت هیچ گونه تنگی و حرجی نباید وجود داشته باشه که به وسیله این کتاب هشدار بدی و ذکری للمؤمنین و یاد آورنده مؤمنین هست، هشدار دهنده ناباوران هست و یاد آورنده مؤمنان هست. ذکری للمؤمنین. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما این قرآن رو برای یاد آوری نازل کردیم. آیا کسی هست که بیاد بیاره یا یاد آوری رو اعمال بکنه، تذکر قرآنی رو فرا بگیره؟ فضیلت و اهمیت قرآن کریم رو همه میتونیم. جایگاه و عظمت کلام الهی رو همه میتونیم، ولی اون چه که لازم هست بیش از هر چیزی بهش توجه کنیم این هست که این عظمت، این اهمیت، این نقش پیرو مهمترین نیازی هست که ما داریم و اون تذکر و یادآوری هست. تذکری که تاریخ گذشتگان رو برامون میاره تا عبرت باشه، وظایف شرعی حال رو میاره تا باز هم یاد آورنده وظایف باشه. جایگاه و مقام پروردگار متعال رو یاد آور میشه تا مبتلا به عارضه شرک نشیم. نعمتهای الهی رو یاد آور میشه تا شکر نعمتها رو به جا بیاریم. آخرت و عاقبت سوی اعمال رو برامون یاد آور میشه تا از این آخرت و عاقبت در هراسان بمونیم. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. قول سیدنا نوح هست به قومش. آیا براتون جای تعجب هست که ذکری از جانب پروردگار، تذکری از جانب پروردگار متعال بر فردی از شما نازل بشه تا اینکه شما رو هشدار بده؟ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. بیارید این جمله در ارتباط با قوم عاد هست که نبیشون بهشون این تذکر رو میده و به همین صورت همین تذکر رو نبی نوح هم میده، همین تذکر رو نبی صالح هم میده تا اینکه بدونن که چی داشتن و چی دارن و چه مسیری دارن میرن
و از این داشته هایشون باید چگونه استفاده کنند. واذکروا، بیاد بیارید، تذکر هست. اذ جعلکم خلفاء من بعد نوح، اونگاه که شما رو الله متعال بعد از قوم نوح جانشین تعیین کرده. جانشین خودش تعیین نکرد، خداوند بی نیاز است از جانشین. سبحان الله اما یقولون علوا کبیرا، الله متعال مقامش، شایستگی مقامش و جایگاهش از اینکه جانشین داشته باشه بالا هست. این شایسته پروردگار متعال نیست که ما برای اون نماینده و جانشین تعیین کنیم یا بدونیم، در نظر داشته باشیم. نماینده و خلیفه برای او اعتقاد داشته باشیم. الله متعال نه وزیر داره، نه نماینده داره، نه خلیفه داره. الله متعال یکتای احد صمد بی نیاز هست، مالک الملک هست، نیازی به هیچ نماینده و خلیفه‌ای نداره. حی لا یموت هست، قادر مقتدر هست، علیم و حکیم هست. و زادکم فی الخلق بسطا، و شما رو در خلقت، در آفرینش هم به شما ویژگی خاصی رو داد. فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، بیاد بیارید نعمتهای الهی رو تا اینکه رستگار بشید. این نمونه ای هست. ذکری که در برگیرنده شناخت خود هست. ما خودمون کی بودیم، از کجا اومدیم، چی داشتیم و چی داریم، چی بودیم و چی هستیم. فرد هر انسانی، هر جامعه و هر قدرت و هر امکانی. اون کسی که قدرت نمایی و غرور حکومت رو داره، برای ذکر است که بدون چی بوده. من منی یمنا نطفة فخلق فسوا، یک بخش اندکی از یک نطفه‌ای بود که قابل دیدن با چشمم حتی نبود. اسپرم قابل دیدن نیست. بخشی که اون جزئی که انسان ازش آفریده میشه قابل دیدن نیست. این موجود با این ضعف و ناتوانی تمام امکانات و توانایی های مختلف رو الله متعال در اون نهاد و بعد از اینکه متولد شد بهش امکانات مختلف رو داد. فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، این نعمت ها رو بیاد بیارید تا اینکه رستگار بشید. قرآن ذکر هست در زمینه‌های متعددی که انسان نیاز به یادآوری اونها داره. الله نزل احسن الحدیث، الله متعال بهترین سخن رو براتون نازل کرد. کتابا متشابه، کتابی که کاملا متشابه است، با هم هیچ گونه تعارض و هیچ گونه تناقضی نداره. یک نواخت، یک سطح هست. هر کتابی نکته های مهمی داره، شما میتونید زیر نکته های مهم خطی بکشید و بقیهش تقریبا چون کلام مکرر میتونه باشه یا میشه مختصرش کرد و میشه یعنی کلیاتش رو به گرفت و به غیر رو حذف کرد. بخشش در اوج بلاغت فصاحت هست و حکی حکمت داره، بخش دیگه هم خودی هست. کتاب همش در یک بخش، در یک سطح هست. مثانی مسائل رو مکرر تأکید کن هست، اونچه که نیاز به تأکید داره. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جلد کسانی که خشیت الهی رو آگاهانه نسبت به مقام الهی خشیت دارند، این افراد
نرم میشن به سمت حکم الهی و کلام الهی. تلین قلوبهم و جلودهم، کل جسمشون، قلبشون، جلدشون نرمش پیدا میکنه، انحراف و میل پیدا میکنه به سمت کلام الهی، الی ذکر الله، به ذکر پروردگار، ذکری که الله متعال نازل کرد. به قرآن ذکر الهی در واقع اون چیزی هست گفتیم که در برگیرنده تمام اون چیزهایی هست که باید ما بیاد داشته باشیم و ازش غافل نمونیم. و گفتیم که جامع ترین و شامل ترین این اذکار قرآن کریم است. ذلک هدی الله یهدی به من یشاء. این کتاب، این ذکر الهی، ذکری که الله نازل کرده، این کتابی که الله متعال نازل کرده به عنوان یاد آورنده، این کتاب هدایت الهی است که هر کسی رو بخواد به وسیله این کتاب هدایت میده. و من یضلل الله فما له من هاد. اون کسی که گمراهی رو برایش الله متعال برگزید، گمراهی رو برای اون الله متعال نصیبش کرد، هیچ کسی هدایتگر براش نیست. هدایت در قرآن الله متعال هست. رو بیاریم به کلام الهی هدایت یافتیم و از این محروم موندیم. خب به طور طبیعی نظام الهی هست. شما عسل بخورید شفا هست. در نظام الله متعال خلق کرده، آفریده، شفا هست. ولی نعوذ بالله اگر زهر یا ماده سمی رو بخونید خب بلا هست. در زمین نظام هست. اون کسی که الله متعال اون رو به این صورت خلق کرده، این رو به این صورت خلق کرده. قرآن رو فرستاده، هدایت هست. اگر از هدایت استفاده کردید سعادت به دست میارید و اگر استفاده نکردید این سعادت رو از دست میدید. قرآن کریم روحی هست که به امر الهی برای حیاتمون نازل شده و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. به همین ترتیب ما برات با امر خودمون روحی رو نازل کردیم، روحی که برامون حیات بخش است. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. نمیدونستی که کتاب و ایمان چی هست، ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. ولی ما این رو به عنوان نوری قرار دادیم تا اینکه هر کسی رو بخوایم به وسیله این هدایت بدیم از بندگان خودمون. و انک لتهدی الی صراط مستقیم. و تو ای نبی با این کتاب، با وحی من، وحی الهی به راه مستقیم هدایت میدید. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی الله تسیر الامور. راه اون پروردگاری که از آن او هست اون چیزی که در آسمان ها و زمین هست و در تمام امور در واقع برمیگرده به الله متعال. به الله متعال امور خودمون رو سپردیم، از او امر و نهی گرفتیم، از او قانون و شریعت گرفتیم، از او حیات و اخلاق گرفتیم، از او روش زندگی و زیستن رو گرفتیم، هدایت و سعادت رو نصیب شدیم. قرآن کریم بسته‌ای هست که در جامع ترین بسته‌ای هست که در برگیرنده تمام اون اموری هست که باید ما به یاد داشته باشیم، از فکر، اندیشه، آخرت، دنیا، تاریخ گذشتگان و آینده‌ای که همه ما به سمت او رفتنی هستیم، به اون آخرت هست. امیدوارم که رابطه خودمون رو با قرآن و تلاوت قرآن و تأمل بر قرآن کریم و زمزمه کردن آیات کلام الهی هرچی بیشتر قوی تر کنیم و به همین صورت وقت ارزشمند خودمون رو در اختیار این کلام الهی قرار بدیم و رابطه قوی و قوی تری رو روز به روز با این کلام و با این ذکر پروردگار متعال داشته باشیم. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.